خیلی مؤدبانه بخوام بگم، وقتی به تهش داشت میرسید خزان به برگ‌های من می‌خورد. اینجوری بودش که بعد هر چپتر که تموم میشد میگفتم یالن عجب. راک پیپر سیزرز خیلی رندوم به پیشنهاد دوستم که دوستش خونده بود و راضی بود از این داستان خریدم و خوندمش. از نقطه‌ای شروع میشه که یه زن و شوهر به نقطه‌ای رسیدن توی زندگیشون که تصمیم گرفتن از هم جدا بشن و تقریبا کارهای طلاقشون رو انجام دادن. یه فرصت دوباره به پیشنهاد مشاورشون به خودشون میدن و اتفاقا خیلی عجیب یه بلیتی میبرن که اقامت رایگان توی اسکاتلند بوده و اینا از لندن پا میشن میرن اسکاتلند. به جرئت میتونم بگم سفرشون با حادثه و اتفاقهای ریز و عجیب شروع میشه. داستان یه فلو خوبی داره تا تقریبا 2/3 اولش اتفاقات در پی هم دارن میفتن. خسته نمیشی، حس کنجکاوی تحریک میشه. یه فلش بک هایی به گذشته داریم، حال رو میبینیم و آروم آروم داریم به اون آینده عجیب و شوکه کننده نزدیک میشیم. فضای داستان معمایی جنایی هستش، بیشتر معمایی کمتر جنایی، چرا که یه زندگی رو داریم باهاش آشنا میشیم که روی 10 سال دروغ و قایم کردن یه سری اتفاقات مهم جلو رفته. داستان 2 شخصیت اصلی داره که تقریبا میشه گفت یکی در میون بین امیلیا و آدام فصل‌ها جابجا میشه. از زاویه دید هر کدوم دسته حال رو میبینیم و تقریبا هر 2-3 فصل در میون یه سری نامه میخونیم، نامه هایی که همسر آدام بعد از هر سالگرد ازدواجشون نوشته. هر کدوم از شخصیت ها سوال ها و رازهای خودشون رو دارن و ما در واقع با نویسنده همراه میشیم و کنکاش میکنیم که هر کدوم از این سوالا جواب واقعیش چیه. و حتی میتونم بگم که ته داستان شاید حتی یه مقدار رها میشی، حتی نمیتونی اعتماد بکنی به خود نویسنده که واقعا واقعیت چی بوده. کتاب من 325 صفحه است و قبل از صفحه 250 تا 270 شاید بهش نمره 6.5 رو میدادم، ولی تقریبا 100 صفحه آخرش رو توی یه روز جمع کردم. الان که خوندمش بهش 7.5-8 رو میدم. شوکه کننده ترین نقطه داستان وقتی بود که یه حقیقتی رو خواننده متوجه میشه که میفهمه اصلا اون مایندستی که تا حالا باهاش داشته کتابو میخونده اصلا واقعیت نبوده، واقعیت یه چیز دیگه بوده.